بار دیگر درود میفرستم به همه اون عزیزانی که این لحظه ها ما رو تماشا دارن. شالق خوجه هستم در پخش مستقیم بازم در روبروی شما با تقدیم سرخط خبرهای روز و فراموش نکنید که بعد از رسول 3 ساعت دیگر با شما ملاقات داریم بازم در پخش مستقیم و این نوبت در برنامه خبری که 15 دقیقه است و فراگیری موضوعهایی است که حالا من برای شما به طور مختصر خواهم گفت. اما قبل از اون باید بگم که در پراگ ساعت 10 است و اگر شما بیننده دائمی ما باشید میدونید که هر روز در همین وقت ما برای شما سرخط خبرهای روز رو تقدیم میکنیم. شام دیروز قلب هنرپیشه معروف توجیک مشرفه قاسم و از تپیدن باز ماند. هنرمند سرشناس در سن 100 سالگی در دوشنبه درگذشت. وزیر فرهنگ تاجیکستان در گذشت مشرفه قاسم را یک تلفات بزرگ برای فرهنگ و هنر توجیک نامید. وی گفت مشرفه قاسم و در تئاتر توجیک صاحب مکتب بود و یکی از بنیادگذاران تئاتر به شمار میرفت. در روزهای تجلیل از 100مین سالگردش مشرفه قاسم و در صحبت با رادیو آزادی از زندگی 100 سالش اظهار شکرانه کرد و گفته بود که با وجود برخی از مشکل‌ها عمری باقراری دیده است. و گفته مقامات وزارت فرهنگ تاجیکستان جسد این هنرمند معروف در آرامگاه سری آسیا به خاک سپرده می شود. همکاران ما نیز در این مراسم شرکت داشته و گزارش را از لحظه های ویدیو با هنرپیشه شناخته پیشنهاد شما خواهند کرد در برنامه خبری، یعنی تقریبا بعد از 3 ساعت دیگر. چرا با وجود آن که ماه دوم بهار فرا رسیده است تا هنوز در تاجیکستان خاموش کردن برق ادامه دارد؟ کی محدودیت برق برداشته می شود؟ این و دیگر سوالهای زیادی مربوط به مشکلات انتقال برق را همکاران ما با مسئولین شرکت برق توجیک در میان گذاشتند. اگر تا 3 ساعت دیگر به پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی بپیوندید می توانید به سوالهای خود در این باره پاسخ بگیرید. و من تنها همین را یادآور می شوم که مقامات روز 29 مارس در مراجعه رسمی گفتند یک دلیل با محدودیت انتقال یافتن نیروی برق به خانه‌های مردم در تاجیکستان در یک ماه اخیر سری وقت پرداخت نشدن پول آن است. اما بسیاری ها با ادعای مسئولان درباره قرضداری ساکنان راضی نیستند. برق تاجیک سالها باز مسئله قرض زیادش را حل کرده نمیتواند. شرکت از اداره انداز و کارخانه‌های دیگر بیش از 20 میلیارد سومانی معادل بیش از 2 میلیارد دلار قرضدار باقی میماند. بحث زمین باغچه کودکانه تا به دادگاه رفته است. یک ساکنان دهه در شهر کولو میگویند که دهات روز از روز بزرگ می شود و طلبات برای باغچه نیز افزایش می‌یابد. اما در چنین شرایط یک بخش زمینی که در آنجا 10 سالها باز بینای کودکستان عمل میکند و کودکان چندین روستا را در بر میگیرد از سوی یک ساکن خریداری شده است. آنها میگویند که حکومت شهرداری میخواهند که باغچه آنها را گرفته به خانه استقامتی تبدیل دهند. این موضوع یکی از دیگر مسئله هایی است که برایتان در برنامه خبری گزارش را با نظر دو طرف پیشنهاد خواهیم کرد. در تاجیکستان به جوانان دارای در خودماندگی مستقلانه زیستن را می‌آموزند. مسئولین سازمان اراده که با افراد در خودمانده کار میبرند با راه اندازی یک لایحه میخواهند به این گروه جوانان که مستقلانه و بدون پدر و مادر زندگی کنند برای آنها این چیز را یاد بدهند. طبق آمارها فعلا در تاجیکستان صدها کودکان و نوجوانان در خودمانده و یا اوتیسم به سر میبرند. خانواده‌های توجیک معمولا کودکان گرفتار بیماری‌های عصب اوتیسم را پنهان می‌دارند و آنها را در جای ثبت نام نمی‌کنند. آن را مشکل عائله می‌دانند اکثرا و کسی را به کمک دعوت نمی‌کنند و شاید به همین سبب در مؤسسه‌های رسمی وزارت تندرستی بیماران اوتیست تا حال ثبت نام نشدند و برنامه‌ها نیز در این زمینه وجود ندارد. ما می‌خواهیم در برنامه خبری در این باره نیز به شما یک گزارش را پیشنهاد کنیم و فکر می‌کنم برای شما نیز دیدن آن جالب خواهد بود. همین گونه ما خبرهای روز را نیز پیگیری داریم و انتظار می رود که چند لحظه بعد در روسیه در مسکو مرافعه دادگاهی مربوط به قضیه تجاوز و قتل هویدای 5 ساله دختری توجیک شروع شود و ما تلاش میکنیم که تفصیلات این مرافعه رو در برنامه خبری برای شما برسانیم و اگر تا اون زمان باز خبرهای مهمی بود که دسترسی ما شد ما حتما برای شما خواهیم گفت و اگر شما نیست تا اون دم یگون خبر یا عکس و نواری دارید لطفاً با ما در میان بگذارید. من همه شما رو بعد از تقریبا 3 ساعت دیگر یعنی ساعت 1 با وقت پراگ در پخش مستقیم برنامه خبری در آزادی ویدیو یعنی کانال ما در یوتیوب منتظر می شوم.